دیگه پارتی ها حال نمیده، نمیدونم کارهایی که میکنی قبلا میکردی الان داری میکنی دیگه اصلا اونجوری نیست. زندگی اون مزه رو دیگه نمیده ها. میدونی چی میخواد بهت بگه؟ میخواد ببرتت مرحله بعد، ولی تو انقدر توی کامفورت زونت، اون جایی که راحتی سفت شدی که میترسی بیایی از توش بیرون. واسه همین حالت بده، واسه همین دیگه هیچی بهت حال نمیده. میگی زندگی چرا معنی نداره، چرا زندگی حال نمیده؟ به خاطر اینکه باید بری لول بعد. الان تایمشه که برسی به لول بعد. یه سری چیزا رو باید رها کنی، باید ول کنی. یه سری آدما رو باید ول کنی. اون آدما که هر روز میشینی باش مشروب میخوری، نمیدونم چرت و پرت میگی سر هیچی. آقا اگه اومدی اینجا هیچ کاری نکنی، همینجوری اومدی که خب بمون و حال کن. ولی اگه تو میدونی اومدی اینجا به خاطر اینکه لول اپ کنه روحت، اجازه بده که اتفاق بیفته. اجازه بده دستتو بده بهش، اینجوری بذار ببرتت. اینقدر نشین تو خونه با ذهنت تصمیم بگی. یه ذره قلبتو باز کن، ببین چی میخواد بهت بگه. چیزایی که الان توی زندگی تو الان داری انجام میدی، هر کاری دوست داری میبینی، یه پارتی داری میکنی، نمیدونم مدرسه داری میری، یه کاریو داری و توش حالت بده، یعنی تو صبح بلند میشی و به اون چیز فکر میکنی یا میری اونجا یا اون شخص رو میبینی حالت بده دربارش، این یه چیزیو داره بهت میگه، یعنی که تو توی مسیر درست نیستی. حالا اینجا ترس میاد میگه خب مگه اینو ول کنم تنها میشم، یا مثلا اگه این کاره رو ول کنم بدون پول میشم. نه آقا، این خط، این نشون، این نه. گوش کن بهش. وقتی که گوش میکنی قلبت، چون ذهنت دیگه ترسه میاد، قلب وقتی با قلب تصمیم میگیری میری توش، زندگی تو یه جوری عوض میکنه، ببخشید پشمات میریزه. میخواد ببرت مرحله بعد، تو نمیفهمی. تو از ترس ذهنت میگی نه همینجا باید بمونی. به خاطر چی؟ به خاطر که بچگی هی بهمون گفتن نه تو باید اینجوری شی، اگه اینو میدونی ترس، اون ترس همه چیز بعد اون ترس است. اون اتفاق خوبه بعد ترس است. ول کن بذار ببرتت. همونجوری که اومدی همینجوری ول کن ببرتت. برفو بگیر. ما رفتیم.